ببین توی 1 دقیقه مزایا و معایب زندگی کردن داخل کشور چین رو بهتون بگم. اولین مزایاش اینه که شما نیازی به پول نقد حمل و نقل کردن ندارید و عملا با گوشی موبایلتون اینجا کارتون را میفته و راحت با یه دونه پاسپورت و شماره تلفنتون میتونید این حساب رو باز کنید و راحت این ور اون ور کنید پولو، و اینکه خیلی راحت میتونید از ترنسلیت استفاده کنید و خب کارتون رو پیش ببرید و همه سفارشات غذا و اینا آنلاینه و داخل برنامه هم شما به نسخه انگلیسیش دستیابی دارید. حالا یکی از معایبش چیه؟ اینه که شما وقتی که داخل کشور چین زندگی میکنید دیگه ترنسلیت به زبان فارسی ندارید. چرا؟ چون که گوگل ترنسلیت اینجا فیلتره، پس باید انگلیسیتون به یک نسبتی خوب باشه که بتونید اینجا خیلی راحت بتونید ارتباط برقرار کنید. دومین مزایای خوبی که داره اینه که قیمتش با ایران تقریبا یکیه. حتی توی میوه ها مثل موز یا میوه دراگون و اینا خیلی ارزون تر از داخل ایران براتون در میاد و زندگی براتون به نسبت ارزون تره. ولی معایبش چیه؟ دومین معایبی که داره اینه که هزینه حمل و نقل با تاکسی اینجا خیلی گرونه نسبت به ایران، چون که هزینه بنزین گرون تره. و سومین مزایایی که داره، وقتی که شما داخل خوابگاه زندگی کنید لازم نیست که پول هزینه برق رو پرداخت کنید یا آبو، که خیلی توی هزینه‌های زندگی جلوتر میافتید و اینکه تقریبا هزینه‌اش با ایران یکیه و مدرکتون هم مورد تایید ایرانه. و تنها معایبی که داره کشور چین اینه که داره هر سال سختگیرتر میشه برای متقاضیان ایرانی، چون که به شدت داره حجمشون میره بالا و اگه میخوای تو هم امسال برای سپتامبر یا بهمن ماه پذیرش تو بگیری میتونی با من ارتباط برقرار کنی و طی 2 تا 3 هفته پذیرش تو برای کشور چین توی رشته‌های پزشکی و دندون و پرستاری و داروسازی بگیری و حتی بعضی از جاها میتونی بورسیه دریافت کنی.